رو در حق ما میکنن، ما نیز در حق اونها چنین دعا رو میکنیم که پروردگارا ما از جمله کسانی باشیم که در غیب یکدیگر آرزوی آن رو داشته باشیم که یکدیگر رو در جنت ببینیم و این بینشی که امروز شما ما رو میبینید و ما شما رو میبینیم انا همین گونه خداوند ما رو نصیب کند. الله قادر توانا، کسی که بر همه چیز قادر است، یعنی تواناست که انا همین چیز رو هم بکند که ما نیز چگونه که حالا یکدیگر رو میبینیم در جنت نیز یک جا باشیم و یکدیگر رو ببینیم. پروردگار طلب میکنیم که پروردگار اگر ما در راه ناحقیم، پروردگار ما را در راه به کتاب خود و سنت خودت هدایت بین ما و ما را نگه دار و محافظت بین ما. پروردگار آنانی که همراه ما هستند، آنانی که در برای ما طلب آمرزش گناهان ما را میکنند، پروردگار برای ما دعا میکنند در غیب ما از جمله بینندگان ما، برای آنها پروردگار آنها را نیز از جمله کسانی بگردان که روز احرام بپوشند و در گرد خانه طواف بکنند و خالصانه ادای مناسک حجشان و عمرهشان را در اینجا بکنند. پروردگار آنان نیز با ندای ابراهیمی که زمانتی ندا را تو بعهده گرفتی و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم آن ندا را تصدیق کرد، با آن ندا روز لبیک گویان بیایند و در گرد خانه تو طواف بکنند با لباس احرام. پروردگار تو مهمان خانه خودتان بگردان آنها را و از جمله مهمانان بگردان آنها را که مهمانان میخواندگی و پذیرایی شدگی باشند و آنها نیز در اینجا در حق ما دعا بکنند. این طلب ما است از آنها نیز که بیایند روز برای ما دعا بکنند و این معلوماتی که ما برای آنها دادیم و شاید بر نفع آنها باشد و برای همین هم توانسته باشند که عبادتشان را، عمرهشان، حجشان را از این سلسله برنامه هایی که برادرمان پرویز راه اندازی کرد برای آنها در عبادت آنها یک کمک شده باشد و عبادتشان را صحیح انجام بدن و این عبادت صحیحشان را پروردگار روز قیامت همچنین یک عبادت در کتاب اعمال آنها بنویسی و به دست راست آنها بدهی. پروردگار را خانه خانه توست، بزرگی و عظمت و شرف و اکرام هر کسی را که تو بخواهی تو میدهی، نوابسته از آن است که در چی منصب و در چی شهرت است. پروردگار را بندگان هستند شاید که شبها با اشک ریزان و چشم گریان پیش تو دعا میکنند و طلب میکنند. پروردگار را هر آنچه که برای آنها خیر است پروردگار و رضای تو در همان چیز است، پروردگار آنها را بر آن چیز نصیب بگردانی. پروردگار اگر این بندگانت که با ما هستند از تو طلب چیزی رو میکنن یا از ما طلب کردند آن دعا رو که ما برای آنها کردیم، پروردگار اگر آن دعا بر نفع آنها نیست بر ضرر آنها است، تو از این با خبر هستی. پروردگار آن دعای را بر آنها مستجاب بگردان که بر نفع آنها باشد. پروردگار هر آن دعایی که ما میکنیم اگر مستجاب است و بر نفع ما هست، پروردگار وجه دومش این است که ما دعا میکنیم و مغز عبادت را انجام میدهیم و مستجاب و استجاب دعا در دست تو است. پروردگار اختیار قبول یا اینکه انتخاب غیر، پروردگار در زیر قدرت و توانایی تو است. پروردگار در هر حالت ما از آن راضییم که ما از جمله دعا کنندگان و عبادت کنندگان نزد خانه تو هستیم. آمین یا رب العالمین.